اون شخص ارزنده است که همه اون کمبودیایی که مثال در این جامعه ما هستند آنها را مثال یعنی جرأت پیدا میکنند که مثال برای رفت همین کمبودی‌ها کوشش کنند، یعنی مثال سهمگذار باشه برای کم شدن همین کمبودی‌های در جامعه موجود بوده. به فکر من شخصانی که بسیارتر به کارهای جناب یعنی کارهای جناب رو دستگیری می‌نمایند، همون شخص‌ها به همون شخص‌ها آزادی این جایزه پیشنهاد کرده می‌شود. و ما یکی از چهره‌های شناخته دنیا سرور فدراسیون روسیه، پرزیدنت فدراسیون روسیه جناب ولادیمیر پوتین رو یکی از شخصیت‌های بزرگ عالم می‌شمارند، چون که اون کس برای آزاد نمودن از دولت سوره عرب را آزاد نمودن از افراط‌گرایان دولت اسلامی که سمشون بسیار نظررس است و من این جایزه رو برای اون کس بسیار سزاوار میدونم. اون نفرانی که در مثلا دوره جنگ شهروندی در تویسون در دوره سازمان ملل متحد اتحاد اروپا فعالیت کردند و اونها برای تأسیس و تشکیل دولت دموکراتیک تویسون کوشش کردند. ما بگه انمونا رو افته برای همین جایزه سزاوار گردانیم. البته سزاوار میدونیم شخصانی رو که در رشد دموکراتی کنونی نظر آنها نیک باشد، آنها انسانیت رو یک خیل چشم دیدن می‌دارند، به مسئله های مبرم روز بیشتر تکیه میکنند و نه اینکه همون مشکلات ها رو روی کار میبرند، حتی روی حل آنها رو یعنی منظور هر یک شخصیت میگردانند، آنها به این چیز نائل شده میتوانند. بیشتر من فکر میکنم که به قشر روزنامه‌نگارا اگر این جایزه داده شود خوبتر است. حالا بینه که از مشکل جامعه گفتن واقعیت ها در موردهای وسایل اخبار اونها بسیار دیده می شود. نه برای فعال کردن یا امکانیتی وسیع دادن به مردم برای گفتن واقعیت ها این شرایط ژورنالیست ها فراهم میکنه. به این خاطر من فکر میکنم که و برخی از روزنامه‌نگارا همین جایزه داده شود این خوبتر و بهتر است. همون نفرانی که برای آزادی سخن و دموکراسی خلق بسیارتر تلاش می‌ورزند همونا میتونن که سزاوار باشند.